بیمار شدم. یک روزه بیمار شدم، خیلی بیمار شدم، حالم به تنگ اومد، از جانم بیزار شدم. رفتم به نزد دکتر، گفتم که اکای بور سلامتیم نوسازه. اومدم ای راه دور، یک بار هم نگاه کرد، او خیلی آه و واه کرد، ای پرسیدن بسیار حال مرا تباه کرد. دردت گفت عجبه، مثل درد رجبه، بین تو و بین مرگ به فکرم یک وجبه. گفت یک رودست شکافه، خونتم آبی صافه، هر بلایی که باشد به فکرم گرد نوفه. باز گفت دادر داری یارو برادر داری، تو برای تبابت یگان $100 داری، چون که نرکوز نداری، یک چیزی سوز نداری، از برای جراحی حتی مقراض نداری. گفتم کار سر کن، تو گپم مختصر کن، ما میکنیم روزی رهایی از خطر کن. در گرد من در زدن، دست و آستین بر زدن، برای یک جراحی یک شب تا سحر زدن. برآوردن روده را، کندن گرده را، گیا به قول خودشون زنده کردن مرده را. گفتن سوختنش مون، هم خونه رفتنش مون، رفته پول بیارید فقط یک دختنش مون. مشفقیم و دلسوزیم، دیدی چی خیل میسوزیم، تا پولمون نگیریم یگان کوک نمیدوزیم. دو سه روزی حسابی برآمدم پولکابی، نه خانه غرمی مون نه خانه کلابی. خلاص 3 شب و سحر در بیرون دل جگر، تا پولا نیاوردیم ندوختندش سر به سر. از شما دارم امید تا که یک گپک زنید، به خاطر مصطفی همه یک چپک زنید.